بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه صنف درس اول ما دیگه طبقات همگی پلان‌های ارکیتکچری طبقات انداختیم در ای تابز. حالا میایم سیستم های گرید بندی رو در ای تابز میاریم. به خاطر که سیستم های گرید بندی رو داشته باشیم، اول ما اگر در جلسه اول یادتان باشه خود سنترهای ستونا را گرید بندی کردم که هر ستون و شیروال، تمام ستونا و شیروال مرکز از یا سنتر از او را ترسیم کردم و حال خود سیستم گرید بندی را میارم در ای تابز وارد میکنم. سیستم گرید بندی را چه قسم در ای تابز وارد میکنیم؟ اول میایم در فایل، باز ایمپورت و در اینجا .dx فایل of architectural grids، اینجا ما گریدا را انتخاب میکنم و کلیک میکنم. چون گریدای ما در همین فایل بیزمنت است، یا اگر در فایل دیگه داره میشه که از اونجا انتخاب کنید. اگر گریداتون در یک فایل باشه بهتره. اینجا اوپن انتخاب میکنم. اینجا میپرسه که کدام گریدا در کدام لیر استفاده شده و ما خود گریدا را از اول در اتوکاد به یک لیر مخصوص انداختم که تمام گریدای ما زمان که در ای تابز میارم همگی گریدا را بشناسه و اگر در مثلا یک گرید در یک لیر دیگه باشه باز به ای تابز نمیاره. و از اینجا ما لیر که گریدای ما در او هست، اکسس لاین ها را اوکی انتخاب میکنم. اینجا واید از میلیمتر و گلوبال اپ دایرکشن یعنی جهت بالا از زیده ما، یعنی جهت الیویشن ارتفاع از فایل ما زیده و در جهت ایکس و وای خود پلان ترسیم کردیم. اینجا اوکی میزنم. اینجا میگه یک سیف بگیر از فایل خود. یک سیف از بگیر ما میایم اصلا بیزمنت یک سیف میکنم. اینجا سیف میزنم، یه سه دوباره انتخاب میکنم و میبینیم که سیستم های گرید بندی های سنترهای خود ستونا را و همین سادگی به ای تابز وارد شد. حالا کمی همی بابلا و سایز گریدایی که نشان میده کمی نامنظمه و هر دو طرف از این 1 2 3 4 5 نوشته کرده. از اینجا من میتونم این را ادیت کنم. میام در بخش ادیت، edit stories and grid systems این را کلیک میکنم. از اینجا اگر در این بالا کلیک کنین استوری داتا یعنی داتای یا معلومات خود طبقات میتونن ادیت کنین، ولی ما میخوایم که سیستم گرید رو ادیت کنم. سیستم گرید که نام از اینجا هست G1 انتخاب میکنم و مودیفای اور شو گرید سیستم کلیک میکنم و از اینجا میبینیم که فاصله بین خود اکسایی که خود از این شناخته بود تنظیم کرده و ما صرف میایم فرض مثال امو بابل سایز ها یا ضخامت امو بابل ها یا امو دایره هایی که در او گریدا ترسیم میشه زیاد کلانه و میایم را خورد میکنم. فرض مثال 1250 من 125 میلیمتر میکنم. یک اوکی دیگه میزنم. میبینیم که کم زیادتر خورد شد. دوباره میایم در ادیت مودیفای، اینجا فرض مثال 300 نوشته میکنم. اوکی دوباره اوکی. حالا تقریبا مناسب تر شد سایز از او. خب از اینجا ما گرید بندی را ترسیم کردم. بعد از اینکه گریدا ترسیم شد ما زمانی که فرض مثال یک ستون ترسیم میکنیم ستون میای مرکز همین گریده یا جایی که دو گرید با هم تقاطع دارن نمیشناسه و خود ستون انزرت میکنه. و همچنین در جلسه بعدی ما متریال رو معرفی کرده بودیم و یک دانه سایز کانکریت سایز کالمه که داشتیم هم معرفی کرده بودیم با ای تابز. حالا میایم دوباره در دیفاین سیکشن پروپرتیز فریم سیکشن و یک دانه 50 در 70 معرفی کرده بودم. اینجا مودیفای پروپرتیز مودیفای شو پروپرتیز کلیک میکنم. از یک کپی میگیرم. اول اد کپی اف پروپرتی میکنم، از یک کپی بگیره و نام از این فرض مثال 50 در 80 سانتی نوشته میکنم و سایز از این تغییر میدم در 80 سانتی.
نوعیت از این کانکریت رکتنگل و مارک کانکریت ما اون کانکریت مارک 28. دیگه اگر تغییرات در فعلا مودیفایر رو تغییر نمیدم، میایم شو متریال ها و شو مودیفایر ریبارا و میلگردای که چیزی که داره اگر خواسته باشین از اینجا تغییرات میارین، اگر نه که همین سیستم درست است مشکل نداره. اینجا اوکی میزنیم و اوکی. یک سایز دیگه هم اضافه شد، 50x80. خب سایز دیگه که داریم ستونا دیگه سایز تغییر نداره، این هم 50x80 است. میمانه شیروالای ما که اینجا یک شیروال 22 متری داریم، 2 متری در 40 سانتی. میایم دوباره فریم پروپرتیز، فریم ها خلاص شد، اینجا کنسل میکنم. میایم در دیفاین پروپرتیز، اینجا وال سکشن انتخاب میکنم و اد کپی آف پروپرتی میزنیم یا اد نیو پروپرتی. اینجا نوشته میکنم فرض مثال SW 2 متر، یعنی شیروالای 2 متری. خب مقاومت و متریال از او کانکریت مارک 28 میشه. خب سایز دیتای از او خب تایم دیپندنت پارامترز اتو میمانیم اوکی باشه. مدلینگ تایپ ما ممبرین استفاده میکنیم خاطر که استرکچر ما شیروال ما جزی از استرکچره. خب هر کدام از اینا چی تفاوت داره خاطر که اینجا 4 دانه آپشن متفاوت داریم. شلتین که است به خاطر ساختمان های سبکتر و دیوارهای نازکتر استفاده میکنه که شیروالای مثلا سایز یا تکنسی کمتر داشته باشه و اگر سایز شیروالا کمی زیادتر مثلا از 20 سانتی زیادتر میشه ما از شلتک استفاده میکنیم و همچنین شیروالایی که در معرض لود خاک قرار داره مثل دیوارایی که در اطراف طبقات تکاوی یا زیرزمین استفاده میکنیم به خاطر مقاومت برابر بار جانبی یا لترال لودایی که از سویل وارد میشه به دیوار ما میتونیم او را به عنوان شلتک استفاده کنیم و ممبرین بارایی که تحت بار فشاری یا شیروالایی که تحت بار فشاری وارد میشه ما ممبرین استفاده میکنیم به این خاطر که تفاوت ببینیم. فرض مثالی پلان بیزمنت یا تکوی است، این شیروالای 40 سانتی که در معرض بار اکسیال یا بارهای عمودی هستند اینا به عنوان ممبرین ما استفاده میکنیم و اگر دیوارایی که در بیزمنت داشته باشیم که به خاطر محافظت داخل تکوی از بارهایی که از خاک وارد میشه به خود تکوی از این استفاده میکنیم ما از تک شل استفاده میکنیم. خب در اینجا به خاطر که دیوار 40 سانتی است ما از ممبرین استفاده کردم و پروپرتی نوتس چیزها رو هم نمیدم و مودیفایرز هم باشه باز پسانتر خود مودیفایرز را که وارد کردیم به شما توضیح میدم که یا چی هست. خب تکنیس یا ضخامت شیروال 40 سانتی است که 400 میلی متر میشه. این را اوکی میکنم، میایم کپی از این جور میکنم. در اینجا ما یک دیوار یا اینجا ریتنینگ وال میگن دیوارهایی که اطراف خود ساختمان استفاده میشه در به خاطر زیرزمینی یا تکوی یا را ریتنینگ وال میگیم. ریتنینگ وال RW ضخامت ریتنینگ وال های ما در این دیزاین آرکیتکچری که داریم چند داده 20 سانتی است. اینجا ما 20 سانتی رو انتخاب میکنم ولی مدلینگ تایپ از این رو میایم شلتک استفاده میکنم به خاطر که دیوارایی که در لیترال لودای سویل قرار داره ما از شلتک استفاده میکنیم. اینجا دیگه تنظیمات همگی
جور است. اوکی میزنم. ریتینگ وال هم ساخته شد. اینجا اوکی میکنم. حالا کل سایزهایی که ما تمام همون سیستمایی که بکار داشتیم اینجا وارد کردم. دیگه سایز نمونده، تنها سایز بیما مونده. دوباره میایم در سیکشن پروپرتیز فریم و در بخش فریم من اینجا اد کپی میکنم، یا یک از یا رو کپی میکنم یا جدید میسازم. فکر کنم 80 سانتی را سیف نکرده بودیم. از یک تا کپی میگیرم اینجا در 80 سانتی یا 80 سانتی. به خاطر که 10 سانتی کلان شد یک دانه میلیگرد دیگه هم دهی اضافه میکنم، یعنی در هر طرف 10 دانه. اوکی میکنم یا در جهت 3 4 دانه باشه و در جهت 2 6 دانه اگر اضافه کنیم منظم تر میه. خب دیگه تنظیمات از این مشکل نداره. اوکی میکنیم یا اوکی میکنم و از یک کپی دیگه میگیرم. اما در اینجا من بیم میسازم. روشن میکنم بیم فرض مثال 40 سانتی در 40 سانتی در فکر کنم در این پروژه 55 سانتی است، من 60 در نظر میگیرم فعلا. مثلا من 50 سانتی میگم. بیمایی که من استفاده میکنم 50 سانتی است. باز اگه بیما جواب نداد سایز بیما را اضافه میکنم. میایم در مودیفای شو ریبارز. در اینجا من نوعیت دیزاین خود دیگه دیزاین کالم انتخاب نمیکنم، به خاطر که اینجا بیم انتخاب کردم. بیم دیتیل میدم، بیم انتخاب میکنم و بیم که انتخاب کنم به ما یک منوی که متفاوت تر میاره که در اینجا همو بارای میلگردهای اصلی را گردش است و میلگردهای اطراف را یا چوکاتا را 60 سانتی یا تای بارا را 60 سانتی میگیره و تاپ بارز میلگردهایی که در بالا هستن کاور از یا کاور خود روی کانکریت روی میلگرد چند سانتی باشه ایرم فرض مثال 4 سانتی میگیریم، به خاطر تاپ بارز از این زیاد نشه من 3 سانتی میگیرم. در پایین هم 3 سانتی خوب است. خب چون من دیزاین میکنم حالا این مشخصات ندارم مشکل نداره، به خاطر که خود ایتابز میاد دیزاین میکنه و این سایزهای میلگرد به ما میده و من نمیایم که یاره دوباره معرفی کنم به خود اتوکد. اینجا اوکی میکنم، اینجا هم اوکی میکنم و بیمار اضافه کردم 2 دانم ستون. اوکی و سایز تقریبا کل سایزهای فریما را در فایل حالا انداختم. تنها میایم مال خود کالما و ستونایی که داشتیم در فایل ما انزرت میکنم. من یک طبقه یا 2 طبقه در فایل در ویدیو ما وارد میکنم، اما باز در ویدیو دیگه ویدیو رو کات میکنم بخاطر وقت ویدیو را زیاد میگیره. باز خودم کلگی استرکچر که تمام کردم باز ویدیو را دوباره ادامه میدم. خب حالا که دیتیل ها چیزایی که لازم بود سیکشن های ستون ها، سیکشن های شیروالا و دیوارهای اطراف به ایتابس دادیم، سایز های از او و متریال ها را معرفی کردیم. میایم خود کالم ها و ستون ها را به ایتابس میدیم. حالا فرض مثال ما میخوایم اول کالم ها را به ایتابس معرفی کنم که مثلا در این طبقه ما در طبقه بزمنت هستیم، ما کالم ها را مندازیم. اول میایم اینجا کویک دراو کالم کلیک میکنم و زمانی که کلیک کنم شما میبینید که شکل یک شیپ استیل آورد، به خاطر که نوعیت پروپرتی که انتخاب شده استیل کالمه. و از اینجا من میایم 50 در 70 که سایز که انتخاب کرده بودم او را انتخاب میکنم و کلیک میکنم و در جایی که همین ستون داشته باشه میتونم بندازم، یا ای که مثلا این 2 ستون گردش مشابه است و یک کلیک گردش انزرت میشه. و ستون های مثلا 50 در 80 است، میایم دوباره
پروپرتی سایزش تغییر بدم. سایز 50 در 70 انتخاب میکنم. 50 در 70 انتخاب کردم همیشه دیگه. اگر ای هم 50 در 80 فکر کنم. این ستون رو میبینید که چرخیده، یعنی به جهت دیگه است. من میتونم که این ستون بیایم از اینجا میگم که زاویه از این 90 درجه روتیت باشه. وقتی که 90 درجه روتیت کنم اگر کلیک بزنم میبینید که خود ستون به صورت چرخیده یا روتیت شده انزرت میکنه. و دوباره میایم که این ستون هم باز در حالت صفر است، یعنی زاویه از زیر 0 درجه تنظیم میکنم. یک کلیک میکنم و ستون انزرت شد. این ستون ما در اینجا که انزرت کرده بودم تا سنتر نامده، این را انتخاب میکنم، دلیت میکنم. دوباره کویک میایم از پروپرتیز یک کالم انزرت میکنم و سنتر لاین از اون. خب کالم ها تمام شد. شیروالا را وارد میکنم. سایز شیروالایی که داشتیم به خاطر شیروالا میایم در کوینگ دراو دیوارا و از اینجا نویت دیواری که داشتیم از اونجا انتخاب میکنم. این از اینجا بود. دراوالز نویت دیواری که داریم، دیوارای 2 متری داریم 385. 2 متری ها اینی هست. 2 متری را انتخاب میکنیم و در سنتر از کلیک میکنم. به خاطر ترسیم دیوارای شیروالا میایم دیوارا رو وارد میکنم. از اول میایم که دراوالز رو انتخاب میکنم و از اینجا از سنتر لاین خود از این تا یعنی از میدل پوینت شیروال تا میدل پوینت دیگه از این یک کلیک میکنم و میبینه که در 3D هم خود از این نشان میده که دیوار انسرت شد. تا آخر 3 دانه شیروال در اینجا داریم، 1 دانه شیروال کلان هم در اینجا داریم. میایم دوباره در اینجا سایز شیروال تغییر میدم در 385. خب تمام استرکچر ما تکمیل شد. میبینیم که دیوارا را آورده، ستونا را آورده، فقط سلب هنوز انزرت نکردیم و سلب رنگا ای ستون ماند. دوباره میایم در کویک کالم انزرت 50 در 70 سنتر از این انتخاب میکنم. خب تمام ستون ها انزرت شد. به خاطر که 3D ویو را شکل لاین نشان میده، اگه خواسته باشین این را شکل 3D نشان بده تمام سکشن ها و ممبر هایی که ما وارد کردیم، میایم در این قسمت بالا و در اینجا اکسترود ویو توگل میزنم. در حالت 3D اکسترود کلیک کنین و میبینین که به شکل 3D از او هم استرکچر را نشان میده. این را پس دوباره غیر فعال میکنم. خب چیزی که مانده دیوارای اطراف هست که یارم شیروال ترسیم کرده بودیم از نوعیت شیروالای که خود از شیروالا به شکل ریتنینگ وال بود، یعنی با بار لیترال لود سویل در تماس بود. به خاطر ترسیم خود ریتنینگ وال من در اینجا نوعیت دراوالز انتخاب میکنم. در اینجا نوعیت وال در ریتنینگ وال قرار میدم. ولی اگر مثل دفعه قبل اگه بیایم لاین ترسیم کنم میبینیم که این فقط همون سنتر شیروال ترسیم میکنه با من و سنتر شیروال میندازه در بیرون دیوار که این کار من نمیخوایم. دوباره میایم دراوال انتخاب میکنم، ریتنینگ وال نوعیتش انتخاب میکنم. از اینجا
پلان آفست نرمال میایم در 10 سانتی یا 100 میلیمتر انتخاب میکنم. حالا که اگر من ترسیم کنم میبینید که خود شیروال یا رترینگ وال در بیرون من لاین بیرون ترسیم کردم و شیروال 10 سانتی آفست میکنه. تمام دیوارا رو به همین صورت ادامه میدیم ترسیمه. تمام شیروالا تمام شد و شیروالای ریترینگ والای اطراف هم ترسیم شد و حال مانده ترسیم کردن دیوار سقف خود از استرکچر طبقه همکف و بیمای از او. خب بیما رو ما معرفی کرده بودیم ولی ضخامت سلب به خود اتوکد معرفی نکردم. میایم دوباره در منوی دیفاین به خاطر معرفی کردن دیوار میایم در دیفاین سلب ها رو معرفی میکنیم. میایم دیفاین سکشن پروپرتیز سلب سکشن. ما کدام سلب انتخاب میکنیم؟ چون اگر سلبی که ما استفاده میکنیم سلب ساده است، یعنی یک سلب کانکریتی است که عموما دیزاین مثل تو وی و وان وی دیزاین میشه. باز اگه سلب های دیگه داشتین دیک سکشن ها است که باز نوعیت سلب از متفاوته. ما در اینجا سلب سکشن استفاده میکنم و در اینجا میایم یک کپی میکنم یا اد نیو پروپرتی. در اد نیو پروپرتی میگم یک سلب فرض مثال 20 سانتی متری باشه، ضخامت 20 سانتی متر داشته باشه، نوعیت متریال از او کانکریت باشه، کانکریت گرید 28 و از اینجا ممبرین انتخاب میکنم و در ادامه سلب تایپ آف سلب میبینید که سلب داریم، دراپ داریم، استیف، ریبت، اینا هر کدوم یا وافل، مت و فوتینگ. شما نظر به چیزی که دیزاین میکنید. خب فعلا ما سلب کار میکنیم. تگری سازی هم 20 سانتی متر خود از این در نظر گرفته. در اینجا اوکی میکنم، سلب 20 سانتی انزرت شد. اوکی. حال سلب میایم ترسیم میکنیم. شما از این آپشن های دیگه هم میتونید استفاده کنید، فرق نمیکنه به خاطر که هم سلب شکستگی داره. من میتونم از درافلور استفاده کنم. زمانی که درافلور انتخاب کردم میایم در اینجا نوعیت سلب خود انتخاب میکنم و سلب شروع میکنیم ترسیم کردن و تمام 4 گوش های سلب انتخاب میکنم. سلب تکمیل شد. انتر میزنم و میبینید که سلب هم انزرت شد، در فایل اضافه شد. دوباره یک دفعه اکسترود میزنم. در اینجا میبینید که سلب و همه چیز اضافه شد. تنها اضافه کردن بیم ها مانده. میایم در اینجا
ترسیمات بیم یا کالم انتخاب میکنیم. میتونین از هر کدوم از این استفاده کنیم، فرق نمیکنه، فقط یکی روش سریعتر یکی آسانتره دیگه، نظر به چیزی که خودتون استفاده میکنین. خب در اول در بیم انتخاب میکنم. در بیم میایم نوعیت بیم که داشتیم، بیم 40x50، اینجا بیم انتخاب میکنم و بیم ما ترسیم میکنم. بیم فرض مثال اگر از اینجا شروع کنیم تا این ستون دیگه، باز ادامهش دیگه فرض مثال از یک ستون تا ستون دیگه ترسیم میکنم. شما میتونید که ستون به ستون هم ترسیم کنیم، فرق نمیکنه. میتونید که مثلا از فرض مثال از سنتر، البته باید از سنتر ستون شروع کنید تا سنتر ستون دیگه، این کار رو میتونید. دوباره ترسیم میکنم، فکر کنم لاین ها دوباره رو هم افتاد. سنتر ستون تا سنتر ستون ترسیم میکنم. در اینجا میایه تا وسط کالم. اینجا شما میشه که باید بیم بدین، چون بازم زینه که هست، بازم در پلوی زینه در همه ارتفاع یک دانه بیم میایه. بیم دوباره ادامه ترسیم میکنم دیگه تا کالم دیگه، و این کالم باز میایم این کالم های دیگر رو در سنترشان ترسیم میکنم. بیم هایی که ترسیم کردیم، این بیم آخری ترسیم نشده. خب بیم هم ترسیم شد. یک دفعه دیگه باز 3D را میزنم. میبینید که بیم های اطراف انزرت شد و بیم های دیگه مانده که اضافه کنیم آره دیگه. بیم ها رو اضافه میکنم و من یک دقیقه ویدیو رو استاپ میکنم، بخاطر که ترسیم کردن ویدیو رو باز طولانی میکنه. خب بعد از اینکه پلان تکمیل کردم، خب تمام نقشه ها تقریبا همیشه یک چیزه، مخصوصا وقتی که بیم و سلاب و شیر بالا باشه تقریبا تمام طبقات مشابه میشه. و از اینجا من میتونم که فرض مثال اگه خواسته باشم میتونم که ستونایی که در طبقه بیزمنت یا زیرزمین ترسیم کردم یا را کپی کنم و انتقال بدم به طبقات بالاتر. چی رقمی کار میکنه؟ اول میایم خود ستونا رو انتخاب میکنم. میتونم که ستونا رو دانه دانه انتخاب کنم، یک را دیگه هم که داره سلکت آل نمیکنم، بخاطر از اینکه ایش ریتنینگ بالا در طبقه همکف دیگه ادامه نداره. میتونم که دانه دانه ستونا رو انتخاب کنم که رنگ هم از اون انتخاب میشه، یا یک کار دیگه میکنم، میام سلکت انتخاب میکنم از این منوی بالا سلکت، و از اینجا پروپرتیز نظر به متریال ها یا نظر به پروپرتی ها کل متریال های از داره انتخاب میکنم، یا آبجکت تایپ انتخاب میکنم. فرض مثال آبجکت تایپ کالمز و کالمز همراه والز سلکت میکنم. ببینی که کالم ها و دیوارا رو انتخاب کرد و اینجا ریتنینگ والا رو انتخاب کرد. من تنها کالم ها رو انتخاب میکنم، سلکت، از اینجا دوباره کالم سلکت، فقط کالم ها رو انتخاب کردم و شیر والا را کار ندارم. خب کالم ها را که انتخاب کردم ایش بسته میکنم. میتونم از اینجا بیایم در بخش ادیت، باز بیایم ریپلیکیت یا کنترل ها را بزنم، ریپلیکیت انتخاب کنم و اینجا میتونم که خود امی جایی که انتخاب کردیم میتونم یاره انتقال بدم. فرض مثال میخوایم یاره در طبقه گراوند و طبقه از گراوند تا طبقه آخر کل از این طبقات
ستونا و شیروالا یک چیزه. کل گیر انتخاب میکنم، یک اپلای میزنم و میبینی که ستونا در کل طبقات انزرت شد. خب اینجا اوکی میکنم، حالا شیروالا رو انتخاب میکنم. اینا رو هم ریپلیکیت میکنم. دوباره میایم در بخش ادیت، ریپلیکیت انتخاب میکنم، استوریز میگم که از طبقه همکف تا طبقه داون اپلای میزنم و همگی انتقال داده شد. میبینین و کل طبقات ستونا و شیروالا را برد. خب فعلا نوبت به سقف میرسه. سقف ما در طبقات متفاوته، یعنی نظر به طبقات بعضی سقف ها پلان از او تغییر میکنه. مثلا اگر پلان طبقه چندم میشد، سوم، پلان طبقه سوم اگر ببینید، در پلان طبقه سوم دیگه ما نوعیت پیک نداریم، یعنی ما پیکی که در طبقات پایین تر داریم، ای پیک در طبقات دیگه حذف شده. به او خاطر من نمیتونم که بیایم خود سلب انتخاب کنم ریپلیکیت کنم به تمام طبقات. صرف این میتونم به طبقاتی که مشابه از او هست ریپلیکیت کنم. خب طبقه همکف و طبقه گراوند و طبقه اول سقف از او مشابه، به او خاطر ما در بخش ادیت میایم، در بخش ادیت ریپلیکیت، دوباره استوریز. خب اینجا ما طبقات اول و دومه، گراوند اول و دوم، سقف از او یک چیزه. یک دقیقه که بیمار همراه از انتخاب کنم خوب داره. میام در بخش سلیکت پروپرتیز، میتونم که سلیکت آبجکت کنم، سلبه که داریم همراه بیم از او، بیم هم سلیکت کنم، بیمار هم سلیکت کرد. حالا میام دوباره در ریپلیکیت استوری طبقه گراوند اول و دوم اپلای میکنم و خود بیما سلبا و کل کالما انتقال داده شد. خب حالا میریم در طبقات دیگه و آرکیتکچرال پلانر را غیر فعال کنم. میریم بالاتر. خب در طبقه سوم که بیایم، در طبقه سوم ما گفتم پلانای ما کمی متفاوت میشه، اما بیما تقریبا یک چیزه. به او خاطر من میایم در طبقه پایین بیما را انتخاب میکنم. از اینجا بیماری که لازم دارم در طبقات بالاتر کپی شود فقط انتخاب میکنم تا نامی بیماری که در داخل است اونا رو انتخاب میکنم. بیماری که به سمت پیک رفته اونا رو به کار ندارم، سلیکت نمیکنم. خب بیمار رو انتخاب کردیم، تمام بیمار انتخاب شد. میایم در بخش ادیت دوباره ریپلیکیت استوریز. حالا استوریز سوم رو انتخاب میکنم، از اینجا هم سیمیلر استوریز انتخاب میکنم. در طبقه سوم میگم اپلای کن. سلیکت که کرده بودم کنسل شد به خاطر که یک دفعه اپلای کرده بودم و ریپلیکیت. از این پایین شما میتونین که PS یا پریویس سلیکشن تمام آبجکت هایی که شما قبلا انتخاب کرده بودیم ایره که کلیک کنین دوباره همواره انتخاب میکنه یا سلیکت میکنه و دوباره در کل طبقات ریپلیکیت اپلای میکنیم. اوکی و سقف ماند. میریم در طبقات سوم، از اینجا میریم بالا در طبقه سوم. از اینجا میایم اما پیکرم خود سلبرم رسم میکنه. سلب 20 سانتی از این پایین انتخاب میکنم. میتونم که چون رکتنگل میتونم مستقیم از سلب رکتنگلی استفاده کنم. سلب ترسیم کردم چون سلب ما در سیمیلر استوریز بود. میبینی که خود ایتابس مستقیم خود
سلب در کل طبقات اپلای کرد. و حالا چون فکر کنم این طبقات بالاتر در سیمیلر سیریز نبوده اپلای نشد. خیر ایره ریپلیکیت کردن میتونه. خب تا اینجا کل سقف وارد شد و کل استرکچر رو ما تنظیم کردیم. تنها یک چی ماند که ما این بخش زینه را در این قسمت ما یک زینه داریم که باشه ما در طبقه پلان از فکر کنم در بیزمنت است. در بیزمنت آپشن که ما دوباره ارکیتکچر پلان را فعال کنم. در اینجا ما یک زینه هم داریم که این زینه سقف ازی میبینیم که بسته شده. در اینجا ما میتونم سقف ازی را یک اوپنینگ باز کنم. یعنی که سقف با ای که سقف بسته کردم میتونم یک اوپنینگ در داخل سقف باز کنم و شما یگان وقتا میتونین حتی مثلا داکتا یا بخشایی که سقف باز میمونه در استرکچر اونها را میشه که یا یک نورگیر اگر باشه میتونید که بازو رو اپلای کنید. خب چی قسم میریم اوپنینگ باز میندازیم. در این قسمت میریم که همون سلب انتخاب میکنم. چیزی که ما سلب دراو میکردیم یا رسم میکردیم میتونید که از هر کدوم از این استفاده کنین. خب چون رکتنگل از این ما میتونم از این رکتنگل استفاده کنم. میایم اینجا در پروپرتیز اینجا اوپنینگ رو انتخاب میکنم. زمانی که اوپنینگ انتخاب کردم از همون جایی که سقف باز میشه دیگه تقریبا این مساحتی که قسمتی که خود زینه میایه من از اینجا دراوینگ شروع میکنم و تا این قسمتی که فرض مثال جوینت میایه تا اینجا من اوپنینگ میدم. خب تا اینجا ما اوپنینگ دادم. فقط کاش که ایرا سیمیلر استریز میکردم دوباره ترسیم میکنم. اینجا میایم آل استریز انتخاب میکنم که همه تغییراتی که میارم در کل دراوینگ ما در تمام طبقات باز شود. چون زینه است که تغییر نمیایه در تمام طبقات اپلای میشه. در اینجا از این قسمت شروع میکنیم تا این جوینت که در شیروال است. در اینجا فکر کنم اپلای شد. انتر رو میزنم. میریم در 3D. در 3D هم میبینیم که خود سقف پاک شد. یعنی قسمت سقف از بین برد و یک اوپنینگ باز کرد که باز در ادامه ما ترسیم زینه رو انجام میدیم که خود زینه لندینگ زینه و پاکردهای زینه رو ترسیم میکنم و زینه رو که ترسیم کردیم باز میشه کم کم برای لودینگ یا بارگذاری از بریم. خب به خاطر ترسیم خود زینا اول ما باید بیایم در الیویشن ویو. اول خاطر ما اول در پلان ویو بیایم. پلان ویو چیزی که نرمال کار میکنه در پلان ویو است. از اینجا در قسمت ویو اگر بیایم ما میتونیم که ست الیویشن ویو را کلیک کنم. از اینجا ما همو الیویشنی که کار داریم یا همو قسمت فریمی که ما انتخاب میکنیم کدام است. ما در فریم F کار داریم که خود زینه را یا همو باگرد زینه را ترسیم کنیم که در کدام ارتفاعات قرار میگیره. به او خاطر ما میایم در اینجا در الیویشن F اوکی میزنم و در این ارتفاع میایه در الیویشن نشان میده یعنی یا کرسکشن خود ویوره. و از این قسمت ما باید خود همین رنگایی که ترسیم کرده بودم میتونم که به جایی که رنگ ترسیم کنم یا رنگ حرکت بدم چون رنگ در وجه به کار داریم میایم دوباره در دراو بیم در اینجا نان انتخاب میکنم و در این ویو تنها یک دانه لاین خالی را ترسیم میکنم. خلاص. خب این لاین که ترسیم کردیم لاین در کجا افتاد این میبینید در پلان نشان داده در اینجا آمده. لاین که ترسیم کردیم جزی از سلب آمده.
لاین ترسیم کنم که ببینیم در کجا آمده. یا پیش از اینکه لاین ترسیم کنه بهتر اینه که ما یک دفعه تا بریم در ویوی بیزمنت، در اینجا ما لاین ترسیم کنم. لاینی که داریم در اینجا ایره به کار دارم که ترسیم کنم. دیگه دوباره یک لاین دیگه به کار دارم که در اینجا ترسیم کنم. یک دانه لاین اینجا داریم و یک دانه لاین هم اینجا. حالا این لاین ها رو میایم در ادیت، در قسمت move joint frame shell این را انتخاب میکنم و از اینجا من انتخاب میکنم که این را در ارتفاع انتقال بده و در کدام انتقال. مثلا در ارتفاع فکر کنین طبقات ما چون در بیزمنت 3 متر 50 سانتی بود، 350 تقسیم 2 1.75 در ارتفاع 1.75 را موو میکنیم یا حرکت میدیم که طرف پایین بیایه. یک یا اگر تقسیم 3 باید کنیم ارتفاعات خدا، خاطر که ما 3 پاگرد داریم تقریبا. یا یک قسم دیگه اگر حساب کنیم که 1 2 3 4 5 دانه زینه فرض کنیم که 5 دانه زینه اینجاست، 6 7 8 خب 21 دانه زینه داریم که ارتفاع طبقه اول از این 350 تقسیم 21 دانه. ارتفاع هر زینه یا تقریبا 16.5 سانتی یا 16.6 سانتی میشه. من اینجا میایم چند دانه زینه داریم؟ 1 2 3 4 5 دانه زینه که اشاریه 16 سانتی بشه. انتر میزنم 83 سانتی. در اینجا من از 350 این رنگی که در اینجا امو لاینی که در اینجا ترسیم کرده بودم از همکف یا از طبقه زیرزمین 83 سانتی بالاتره، پس 3.5 متر منفی 83 2.67 سانتی، یعنی که من اینجا 2.67 سانتی پایین تر از ارتفاع لاین ترسیم میکنم. میریم در 3D ویو. اگر در 3D ویو به ما لاین بیاره، نه خیلی خوب. لاینه که میبینین در 3D به ما آورد، فقط در قسمت اینجا میبینید که این لاینه به ما در این قسمت آورد. و همچنین ما همو یک لاین دیگه هم داشتیم در پالوی ازی که لاین اینجاست. خب این لاین هم چند متر بود؟ باشه که ما پلان اتوکاد از این رو باز کنیم بهتر. ای پاگرد ترسیم کردیم ارتفاعش. ای پاگرد رو ترسیم میکنیم که در کدام ارتفاع قرار میگیره. در این ارتفاع ما 1 زینه 2 زینه 3 4 5 دانه زینه هم اینجاست که ما 83 سانتی میشه. صرف میایم در 80 اینجا باز دوباره در ادیت، در رپلیکیت نه ادیت موو جوینت، در اینجا 0.83 سانتی ایره موو میکنم در پایین. انتر میزنم میبینی که اوکی و اپلای شد. خب موقعیت ارتفاعات به ما پیدا شد. حالا ما میتونم که از این یک دانه رکتنگل به حساب ترسیم کنم یا میایم در پلان ویو بیزمنت. حالا همین دو دانه لاینه که در اینجا من انتخاب کردم از این میتونم کپی بگیرم. میایم در موو جوینت، نه
در ریپلیکیت میایم در لاینر و از اینجا در لاینر ما دی ایکس و دی وای کار ندارم، میایم پیک تو پوینتس انتخاب میکنم. پیک تو پوینت انتخاب میکنم، میگم از این نقطه بیار تا این نقطه. اگر دلیت اوریجینال انتخاب کنین خب مو لاین موو میکنه، اگر نه خب تیک از زیر با ننداخته باشین، این فقط لاین کپی میکنه. اپلای میکنه، میبینین که در اینجا لاین کپی کرد. حالا نظر بعضی لاین من میتونم در اینجا یک سلب ترسیم کنم، دو دانه سلب، یکی در این موقعیت، یکی هم در این موقعیت. خب در 3D ویو بریم یک دفعه ببینیم. خب بعد از اینکه سلبار ترسیم کردم میایم سلبار، میبینیم که طبقه کف انداخته تقریبا، یعنی از بیزمین طبقه هم کف هر دو سلب انداخته. من یک دفعه 3D ویورش رو فعال کنم، میبینیم که در این ارتفاع افتاده. هر دوی از این سلب و دو تا سلب من باید انتقال بدم، خاطر که اینجا زیاد بیروبارم است. اگر سلکت هم کنم میبینیم که و من اوپنینگ ها را سلکت میکنه، یعنی یا سلب ها را سلکت میکنه، خود سلبی که کار دارم سلکت نمیشه. میایم در قسمت دیسپلی یا همین تیکه کلیک میکنم. از اینجا چیزایی که کار دارم فقط میخواین دیسپلیشن فعال یا غیر فعال کنم. فرض مثال من بیما فلورا را چون خود از این فلورا باید آن باشه، دیوارا و اوپنینگ که در اینجا ترسیم کرده بودم یا را غیر فعال میکنم. اوکی. حالا من میتونم براحتی روی طبقات خود کار کنم و همچنین میتونم این طبقات اضافی را که در بالا سیارم از دیگه نمایش نده. میایم در بخش ویو، از اینجا set building view limits داره، این را کلیک میکنم. در این قسمت میگم که از بیزمنت نشان بده تا طبقه گراوند فرض مثال، اوکی میکنم و میبینید که تنها همین دو طبقه که انتخاب کردم فقط نشان میده، دیگه را هاید میکنه. از اینجا این را انتخاب میکنم، میام در بخش ادیت، باز موو میزنم، در می ارتفاع میگم اپلای کن و این سلب میبینید که در ارتفاع انتقال داد و این سلب دوم انتخاب میکنم و این در ارتفاع 83 سانتی 0.83 سانتی موو کنه، اپلای میکنم. اوکی. خب تا اینجا دو دانه لندینگ یا پاگرد ترسیم کردم. حالا میایم که امو سلبایی که در ادامه سلبای خود زینا هست با هم دیگه بعضی زینا وصل میکنم. به خاطر از ترسیم از اونا میایم در فلورال وال انتخاب میکنم و در اینجا این را ترسیم از زیر شروع میکنم. یک زینه از اینجا تا در اینجا من باید اول یک دفعه را خط لیمیت از زیر دوباره ترسیم کنم، دوباره یک لاین در پایین ترسیم کنم. و این لاین میبینیم که افتاد در ای بالا و این لاین دوباره میبرم در طبقه صفری، یعنی در همکف در پایین طبقه زیرزمینی را انتقال میدم در ارتفاع منفی 3.5 متر و میبینید که در اینجا انتقال داده شد. در اینجا میایم اون لاینی که در اون طبقه از این شروع پاگر یا زینه کپی کرده بودم در پایین، از اینجا من میایم دوباره سلکت رکتنگل انتخاب میکنم، این را یک دفعه وصل میکنم در و باز در این قسمت. انتر میزنم. زینه به خاطر از اینکه الیمنت های دیگه غیر فعال بود نشان نمیده باشه که باز فعال کردن، دوباره او الیمنت ها را نشان میده. انتر دوباره میزنم و این الیمنت را
در این قسمت و اینجا دوباره اینتر رو میزنم. حالا دوباره میایم کل ویو رو دوباره به حالت دفالت پس میاریم و میبینی که پاگردای زینه را چیزی که ترسیم کرده بودم آورد. یک دفعه شیروالا رو غیر فعال کنم و باز دیدن نمیشه. بازم در 3D ویو اکسترود میکنم، میبینی که زینا ترسیم شد. و بیایم در اینجا set building limits کنم. در اینجا تنها بیزمنته. اوکی. در اینجا واضح تر معلوم میشه که زینه همراه پاگردایش و خود زینه ترسیم شد دیگه. از این بعد کل تقریبا تمام دراینگ استرکچر ما تکمیل میشه. تنها یک چیز ماند که من احیار کپی باید میکردم و کل طبقات، یعنی این زینا را همراه کل طبقات من اوپنینگ دوباره غیر فعال کنم. هرچی که سلیکت میکنم اوپنینگ میه. پاگرد اینا رو انتخاب کردم. یا یک دفعه میایم در ادیت رپلیکیت و هیستوریز و از گراوند تا طبقه آخر این رو اپلای میکنم. اوکی. حالا میایم دوباره کل ویو رو فعال میکنم. شو آل. اوکی. و میبینی که زینا در کل طبقات اپدیت شد. که ما باز یک دانه اتاق خط پشته در این طبقه بالا میره، یعنی که دو دانه شیروال میتونیم که شیروال تبدیل به ستون کنیم در طبقه آخر، یا میتونیم همین شیروال انتقال بدیم در طبقات آخر و اجرا کنیم. خب فعلا تا اینجا کل استرکچر ما تکمیل شد. چیزی که پیک بود و ستون و شیروال و سلبا رنگا زینا همه چیز تکمیل کرده. فایل یک دفعه سیف کنم. خب استرکچر تکمیل شد. حالا باز میتونیم بیایم در روی لود و بارگذاری طبقات صحبت کنیم.